جمهوری ازبکستان. جمهوری ازبکستان در آسیای مرکزی جای داشته. این کشور نخستین بار سال 1924 در هیئت اتحاد شوروی با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان تأسیس می‌یابد. پایتخت این کشور شهر تاشکند می باشد. این دولت با 5 کشور هم مرز است: با تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی افغانستان. جمهوری ازبکستان 1 سپتامبر سال 1991 استقلالیت کامل خود را از اتحاد شوروی به دست می آورد. یعنی اتحاد شوروی برهم می خورد و جمهوری های آن صاحب استقلال می گردد. یکی از آنها این ازبکستان است. جمهوری نام برده از 12 ولایت عبارت بوده یک جمهوری خودمختار دارد با نام قرقلپاقستان که 166,000 کیلومتر مساحت دارد. جمهوری ازبکستان در عموم 448,000 کیلومتر می باشد. شکل اداره این دولت پرزیدنتی می باشد. پرزیدنت راهبر دولت و نماینده آن در خارج کشور به حساب می رود. از نام دولت در خارجه پرزیدنت برآمد می کند. بیشترین مرز این کشور با قزاقستان است که 2200 کیلومتر را در بر می گیرد.